سلام، من پریچرم. خوش اومدید به کانال یوتیوب من. خیلی خوشحالم که امروز اینجا میبینمتون. شما منو میبینید. سلام، من پریچرم. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. این قسمت دوم قسمت قبلیه. امروز میخوام قسمت دوم عمل ابدومینوپلاستی که انجام دادم و لیپوساکشن که انجام دادم رو توضیح بدم. یه سری سوالا مونده بود که الان تو این قسمت دوم میگم. اول همیشه راجع به خودم یه توضیح کوتاه میدم. من پریچهرم، 28 سالمه و 55 کیلو وزن کم کردم. یک قسمت جدید بعد از اینا درست میکنم راجع به وزن کم کردن، چون خیلی مبحث جدا و کاملیه. امروز خیلی سریع میرم سراغ سوالا که بهتون جواب بدم که ویدیو دیگه خیلی طولانی نشه. و زیر این ویدیو میتونید هر سال دیگه هم دارید واسه من کامنت بکنید و این کامنت کردنتون خیلی به من کمک میکنه و انرژی میده که من بتونم قسمت‌های دیگر رو بسازم. به خاطر اینکه خب ویدیو ساختن خیلی با اینستاگرام فرق میکنه و خیلی زحمت داره و وقتی که کامنت میذارین خب من خیلی تشویق میشم که این کارو بکنم و من اولین ایرانی هستم که راجع به این عمل اینجوری میام کامل توضیح میدم و نشون میدم. من الان وسط هر ویدیو واقعا از زخمم، از بیمارستان، از بدنم، از بخیه همه چی عکس و فیلم به صورت واضح میذارم و کاملا این ویدیوها واقعیه و امروزم از آبخونایی که ازم کشیدن و تمام اینا فیلم گرفتم و توی این ویدیو میذارم جلوتر. پس بریم که شروع بکنیم با این سوالی که داشتید. از آمبولی میترسیدم. اولین سوال که خیلی هم توی اینستا ازم میپرسیدن. آره خب خیلی طبیعیه، یعنی انسان به نظر من اگر نترسه یک جای کارش مشکل داره و خب یک مقداری میترسیدم، اما چون که قبلا عمل اسلیو انجام داده بودم و خب خیلی عمل سنگینی بود و مرگ و میر تا اونجایی که من میدونم خیلی زیاد بود تو این عمل و خب من هیچیم نشده بود دیگه، یه مقدار ترسم ریخته بود و اولین عمل بزرگی که تو زندگیم کردم همون اون بودش. قبل از اون دستم بود. دستم هم بچه چند سال پیش کانادا که بودم داشتم آشپزی میکردم سوخته. خیلی جالبه، انقدر روش حساسم اما هیچ کس نوتیس نکرده بود قضیه رو. این هم من ویدیو یوتیوب و اینستا میذارم اینا هیچ کس نپرسه دست چی شده. انگار آدم خودش روی یه چیزی حساسه بیشتر میبیندش. خلاصه این عمل آره میترسیدم، اما دیگه اونو که انجام داده بودم کمتر بود ترسم و خب خیلی از دکترم مطمئن بودم و خیلی برای من مهم بود. من همیشه هر وقت این عمل مثلا استیپ می‌خواستم بکنم بابام مثلا گریه میکرد. اینجوری بودم که اگه من مردم ناراحت نشد، چون من تو اون بدن دارم هر روز میمیرم و برای من این یک قدم نزدیک شدن به اون بدن رویاهای منه و بدنی که دوستم داشته باشم. به همین دلیل خلاصه اونقدر دیگه ترسم زیاد نبود. برای پیشگیری چه کارهایی انجام دادم؟ برای پیشگیری از آمبولی اولین کاری که انجام دادم 2 ماه نه مشروب خوردم، نه سیگار کشیدم، نه هیچ دراگی مصرف کردم و خب این موضوع خیلی مهمه چون که سر عمل اسلیوم قبلش سیگار کشیدم و بعدش یه مقدار خونریزی کردم و بهتره دیگه. خلاصه مثلا مورفین رود اثر نمیکنه، به خصوص اگه دراگی مصرف میکنید به نظر من مصرف نکنید، حداقل 2-3 هفته قبلش نکنید. حالا من 2 ماه واقعا مصرف نکردم، چرا دماغم میخوره. خلاصه برای پیشگیری اولینش این بود که مهمترینش برای آمبولی اینه که تو این دود و مشروب و این چیزا رو مصرف نکنی و خب به خودم هم رسیدم. بر بعدش چه کاری کردم؟ راه رفتن خیلی مهمه که آمبولی نکنم و من این کار کردم. خب راه میرفتم. جوراب ضد آمبولی که سوال بعدیه، نه من نداشتم. تکنیک هر جراحی بچه‌ها فرق کنه. من تو ویدیو قبلی هم اینو بهتون کامل توضیح دادم. باید طبق روال دستور جراح خودتون برید جلو، چون جراح من حتما با تکنیکی کار کرده که الان نیاز نمیبینه من جوراب بپوشم. همونطور که وقتی من اسلیو کردم 3 ماه تمام من با جوراب میپوشیدم، 3 ماه یا 2 ماه باید من جوراب میپوشیدم. پس
با تکنیک جراح خودتون برید جلو. اگه میگه که جوراب بپوشید، اگه میگه راه برید، اگه میگه هر روز حموم کنید. من کیس بوده که الان توی اینستا به من پیام داده من هر روز میرم حموم. ببین من لیپویی که داشتم از سوراخ توی بدنم ندارم که هر روز برم حموم ماساژ بدم این آب خونا بیاد بیرون. من چون که همونجور که باز تو ویدیو قبلی بهتون گفتم من ابدو کامل بودم و تکنیک جراح من طوری بود که هیچ سوراخی رو بدن من نیست. از همونجا برای من لیپام انجام داده بود. به همین دلیل من از این مسائل نداشتم که برم آبخون و اینا بیاد بیرون. آمپول رای کننده نداشتم. اگرم داشتم از لحاظ پزشکی، یعنی تو عمل یا بعد عمل زدن، من نمیدونم. اما مثل اسلیف که تو خونه هم بهم داده بودن بزنن، اینو نه، هیچی به من ندادن. از چه زمانی شروع کردیم به راه رفتن؟ من 24 ساعت فکر میکنم بعد از عملم که هنوز توی بیمارستان بودم، اولین باری بود که دیگه پرستار اومد و شروع کرد منو بلند کرد که راه برم. یعنی 1-2 قدم رفتم گفتم نه نمیتونم، چون حالا درد که به اون صورت نداشتم، بیشتر بیحالیه و اینا خیلی اذیتم میکرد و تپش قلب شدید میگرفتم چون کمخونی شدید داشتم و خب خیلی تپش قلب میگرفتم. بعد که اومدم خونه که یه شب خب من بیمارستان بودم، بعد ظهرش اومدم خونه دیگه، شروع کردم خیلی آروم آروم راه رفتن، در حالتی که از آشپزخونه به اتاق به دستشوی اینا راه رفتنی که حالت پیاده روی باشه. از روزی که درنمو در بردن، دقیقا یادمه که من رفتم مطب که درنمو در بیارن روز 13 بودش و من با مامانم از مطب تا خونه دیگه پیاده راه اومدیم. یعنی میگفت دیگه روزی 40 دقیقه رو پیاده روی بکن، یعنی برات خوبه. حالا من خیلی گوش نکردم، سعی میکنم انجام بدم، اما مثلا یه روز میرم یه روز نمیرم. اما خب خیلی خوبه که شما این پیاده روی داشته باشین. و سوال بعدی، آیا ورم دو طرف بدنم یکسان بود؟ نه بچه ها، اولین باری که من این گنو در آوردم، چیزی که خیلی نظرم رو جلب کرد، به خصوص وقتی تو خونه باز کردم، این بودش که سمت چپم یه ورمی داره. حالا فیلمش رو سعی میکنم بذارم اگه داشته باشم. سمت راستم هنوزم اکچولی همینطوریه، سمت چپم یه ورمی داره که سمت راستم نداره. خب اینا ورمه و این طوری که دکتر میگه و همه که تجربه این عملو دارن میگن به من توی اینستا، اینجوریه که ثبت داشته باش. این عمل اینجوریه که چندین ماه باید بگذره تا همه چیز یکسان بشه، بالا و پایین زیاد داره. به همین دلیل اگر این عمل کردین نترسید، چون منم همینطور بودم. من الان یه ورم با یه ورم یه ذره فرق میکنه. سزارین داشتم. سوال بعدی، نه. آیا کسی که قبلا سزارین کرده میتونه ابدو کنه؟ بله، اصلا بیشترین کاندیدای این عمل کسایی هستن که سزارین کردن. چرا؟ چون بعدش زیر شکم دارن و میان دیگه مطمئنن دیگه بچه نمیخوام بیارن و میان این عملو میکنن و زیر شکمشون رو برمیدارن. آیا بعد از ابدو میشه باردار شد؟ بله، 1 سال بعدش به من گفتن میتونی باردار شی. حالا من احتمال زیاد نمیخوام بچه دارشم، که دلم نمیاد این شکم که هم رفتم ساختم باز برم بچه دارشم و شوخی میکنم. حالا من به دلایل دیگه دوست ندارم بچه دارشم، اما بله 1 سال بعد شما میتونید بچه دارشید. سوال بعدی راجع به این هیته سوالا، فاصله مناسب بین ابدو و بارداری چقدره؟ که من گفتم الان بهتون 1 سال حداقل. بریم سراغ سوالایی که راجع به تغذیه و غذاهایی که بعد از عمل من مصرف میکردم بود. اول بگم که قبل از عمل من شروع کردم به آناناس طبیعی خوردن. باز تو ویدیو قبلی هم گفتم آناناس کمپوت چون پخته شده، اون ماده‌ای که توش تغییر میکنه و اون کمکی که قراره به شما بکنه واسه زخمتون و هیل شدنتون اینو نداره دیگه. پس سعی کنین آناناس تازه بگیرید، پوست بکنید، بخورید. اینو شروع کردم. روز اول چی خوردم؟ من باز همونطوری که بهتون گفتم 24 ساعت اول هیچی نخورم جز آب، به خاطر که واقعا حالت تهوع داشتم. به خاطر دارو بیهوشی این حالت تهوع انقدر اذیتم میکرد که ترجیح میدادم هیچی نخورم و گرسنگی رو تحمل بکنم. و زمانی که 24 ساعت گذشت شروع کردم یه مقداری کم کم آب خوردن، آب هویج و ژله.
شروع کردم اینا رو خوردم. وقتی دیگه ظهر که حدود مثلا 2-3 بعد از ظهر اومدم خونه، مامانم پلو و گوشت درست کرده بود که یه کوچولو پلو و یه کوچولو گوشت رو راحت خوردم، هیچ حالت تهوعی هم نداشتم و بعدم رو روال دیگه هر غذایی دلتون میخواد بخورید اما مقوی. من شروع کردم جیگر خوردن به خاطر کم‌خونی، من شروع کردم آب قلم خوردن، آب میوه‌های طبیعی و خب سعی کردم که سالم غذا بخورم. یه اشتباهی که داشتم، قند مصنوعی رو هی میگفتم نه نخورم. حالا نمیدونم ذهنی علمیه یا نه، من شروع کردم آب نبات و مکیدن، سردردم رو خیلی کمتر کرد به خاطر کم‌خونیم و بهم کمک میکرد. شما هم اگه میخواین روز اول رژیم نگیرید، واقعا 1-2 هفته اول اصلا رژیم نگیرید. اشتها داشتم، خوب بود، بد نبود اشتها. پروتئین چقدر مهم بود؟ خیلی. من کلا اصلا برای کاری به عمل ندارم. پروتئین تو زندگی شما خیلی مهمه. یعنی وقتی که من رژیم پروتئین میگیرم و پروتئین میخورم، چقدر بدن قوی تری، چقدر حال بهتری، چقدر زندگی مثلا بهتره. و سعی کردم قبل از عملم پروتئین مصرف بکنم، مثلا سینه مرغ، مثلا شیرای پروتئینی، مثلا چیزای مثلا پودر پروتئین و خیلی عمل راحتایی داشتم چون که 2 ماه داشتم سالم زندگی میکردم، ورزش میکردم، پروتئین میخوردم، دود مصرف نکردم و اینا باعث شد، شاید دلیل این که من عمل اینقدر راحتی داشتم همین سالم خوری بود و به نظرم شما اینو امتحان بکنید. و بعدش هم آره دارم سعی میکنم پروتئین بخورم. الان 1 هفته است که واقعاش اصلا رژیم نمیگیرم، الان هفته 3مه و یعنی اصلا رژیم که نگرفتم، یعنی دارم ناسالم خوری هم میکنم چون پریود شدم و یه مقدارم از آووژان دارم اما خیلی به خودم سخت نمیگیرم، میخورم به خاطر که میدونم وقتی حالم خوب شه میرم باشگاه و میافتم رو دور و محکم میریم جلو. برای ترمیم زخم چی میخوردم؟ گفتم که آناناس، آب قلم خیلی خوب بود و شیره خرما و انگور و ارده و اینا رو مامانم قاطی میکنه، من هر روز میخورم. برای کمخونی چی مصرف کردم؟ این خب اومدیم با روز 3 کمخونیم خیلی شدید شده، سردرد اینجا ولم نمیکنه، قرار شده که بیاد برام سرم بزنه و یه چیزی به نام فرنژیکت که آهن و حالت تهاجمی بهت میزنه و قرار شده اونم بیارم. حالا گفتم ببینم اگه بتونه خارجی شد. ویدیو قبلی هم براتون توضیح دادم که من چون کمخونیم خیلی شدید بود 2 کیسه خون توی اتاق عمل به من زدن و بعدش فرنژیک زدم که بازم تو ویدیو قبلی عکس فرنژیک تر گذاشتم که خارجی هم از حدود 8 میلیون من خریدمش. اینو تزریق کردم و جیگر خوردم و تمام اینا خیلی باعث شد که کمخونی من بهتر بشه. خب هر روزم قرص آهن راستی 2 میخورم، اینم بگم. آب چقدر میخوردم؟ وای متاسفانه کم، کلا بعد از اسلیف چون که معده من کوچیک شده خیلی کم آب میخورم، خیلی هم بده. آب وقتی زیاد میخوری پوستت خوب میشه، حالت خوب میشه، هیکلت خوب میشه و چقدر مهمه که شما بعد از این عمل آب زیاد بخوری که زود بدنت شروع کنه بسازه این زخم و شکم و اینا. چه غذاهایی رو موقتا حذف کردم؟ هیچ غذایی رو. هم سعی کنید خب شیرینی مثلا نخورید دیگه، شیرینی آخه چه میدونم نوتلا و اینا چون خودم خیلی دوست دارم میگم هیچ چیزی به بدن تو نمیرسونه جز قند و اصلا هیچی، سیرت هم نگه نمیداره. الکل و سیگار چی؟ همونجور گفتم 2 ماه قبلش و واقعا بعدش سعی کنید 1 ماه حداقل مصرف نکنید. حالا دکترها میگن حالا حداقل 2 هفته رو مصرف نکنید چون به خصوص بعدش خیلی مهمه که این زخمه اگه دود مصرف کنین زخم اصلا شروع میکنه خوب نشدن و خیلی تبعات خواهد داشت. خواهش میکنم چون میدونم که چقدر خودم سیگاری قبلا بودم سخته، نما نکنید. یبوست بعد از بیهوشی. این سوالی که داشتین راجع به یبوست، من یه نصف زندگیم درگیر یبوست بودم، خیلی این مسئله رو دارم. اما بعد از عمل یه شربت هیدروکساید هست اسمش فکر میکنم دکتر به من داد، من بعد از هر وعده غذایی 2 قاشق از اون میخوردم و خب من بعد از 2-3 روز فکر میکنم دستشویی اومد و راحت الانم هر روز 1 بار در روز دستشویی رو دارم و مشکلی با این قضیه خدا رو شکر ندارم. بریم سراغ سوالای بعدی که داشتید. راجع به حمام.
فقط به هم یک چیزی که در اومد، چند روز بعد از عمل حمام کردم. همونجور که گفتم تکنیک هر جراحی فرق میکنه. من روز 13 که رفتم درنم و برام دکتر در آورد، شروع چیز کردم دیگه، گفت میتونی بری حمام. 24 ساعت گفت صبر کن که اون جای اون درنه بسته بشه و برو حمام. من روز 13 که درن در روز 14 دیگه رفتم من حمام. روزهای قبلش خب سرمو میرفتم میشستم، بدنمو با دستمال مرطوب تمیز میکردم. روز 14 دیگه کامل رفتم حمام. گفت 1 ساعت قبل از که برم حمام گنتو در بیار، که گفت فشارت بالانس بشه، به قولن متعادل بشه، سرت گیج نره تو حمام، یکی هم همراهت بیاد. من کسی نیومد، یعنی خودم رفتم. اما اگه میبینید حساسید که حمام دفعه اول بیاد همراهتون، مسئله نیستش. خب یه مرحله رفتیم جلو. موهامو مامانم و دوستم اومدن شستن، خیلی احساس خوبیه. پانسمان چطور بود؟ من پانسمان خاصی نداشتم، فقط توی بیمارستان یه بار پانسمانم کرد، یعنی عوض کرد. تو اتاق عمل با پانسمان اومدم، بعد توی بیمارستان یه بار عوضش کرد. بعد که رفتم مطبش چند روز بعد که دیگه ورداش فقط گاز میذاره که بین زخمت و گنت یه گاز و پانسمانی وجود داشته باشه. سال 3 خودم میتونستم لباس بپوشم و دستشویی برم. روز اول که اومدم خونه، بیمارستان که سند بهت وصله، هیچ. وقتی که میای خونه من حالا روز اول چون تا روال بیفتی و ببینی چجور میری و اینا، من یکی کمکم میکرد که خب بالاخره شورتمو میخوام در بیارم و از این چیزا، یه مقدار سعی میکردم یکی کمکم کنه تا راه بیفتم باید چجوری اینو انجام بدم. خب درنه رو خونش رو باید خالی کنی، دستشویی میخوای بری. اما بعد از روز دوم اینا دیگه راحت، واقعیتش من خودم کارامو انجام میدادم. چه زمانی رانندگی کردم، از همون موقعی دیگه درنمو در آوردم، سرگیجم و اینا اوکی شد، من دیگه شروع کردم رانندگی کردن. روز 13 14 کلا سختش همون 2 هفته اوله که یه ذره حالت میزون نیست، بعد دیگه راه میافتی. که میتونستم پیاده روی کنم که گفتم روز 14 شروع کردم. سخت‌ترین قسمت ریکاوری چی بود؟ سخت‌ترین قسمت ریکاوری به نظرم خیلی صبر و حوصله میخواد، به خاطر اینکه هی باید تو خونه باشی، جایی نمیتونی بری، گن داری، پانسمان داری، درن داری، لباس نمیتونی بپوشی، بیحالی. یه مقدار از لحاظ روحی واقعیتش اذیت میشی تا از لحاظ جسمی. به نظر من، واسه من این شکلی بود، یعنی تجربه من این بودش. آیا برگردم به عقب این همه رو انجام میدم؟ 100%، 1000%، میلیون درصد آره که انجام میدم. برای چی باید تحمل میکردم اون زیر شکمی که انقدر حال منو بد میکرد؟ سالها رو مخ من بود، سالها لباس میپوشیدم رو مخم بود، سالها نمیتونستم بیکینی بپوشم. الان حاضرم 100 تا از این اسکارا داشته باشم اما اون زیر شکمو نداشته باشم. برای من خیلی مسئله مهمی بود و هنوزم نقاطی از بدنم هست که رو مخمه، مثل بازوم. حالا همه فکر میکنن شل نیست، حالا نظر اینجا نشون بدم، ببین بازو منم شله. خب و خب مثلا این اسکار اینجا من اذیت میکنه، مثلا حالا سعی میکنم اینو واقعا عمل نکنم، اما من هنوز خب سینم هست که میخوام عمل بکنم، رونم وسطش پوسته. من رونم برعکس چون ورزش سیل کردم پای خداشو قوی و عضله‌ای خوبی دارم، اما اون وسط رونم یه پوسته و اون پوست رو حتما میخوام بردارم. این دکترم بهم قول داده طوری برداره که کنار اون اسکارش بیاد کنار بیکینیم، در این صورت عمل میکنم. و خب بله 100% برگردم عقب عمل میکنم. آیا لحظه پشیمون شدم؟ نه، never ever never، هیچ وقت پشیمون نشدم از این کاری کردم. حتی لحظه‌ای که من به هوش اومدم مثلا پرسیدن بازم عمل میکنی؟ گفتم آره 6 ماه، یعنی تو اون حالت گفتم 6 ماه دیگه سینما، چون من هدف دارم این کارو باید بکنم. قضیه فقط زیبایی برای من نیست، قضیه روحمه، قضیه چیزی که براش سالها تلاش کردم و راجبش تحقیق کردم، فکر کردم. چیزی نبوده که من یک کوچولو اضافه وزن داشته باشم بخوام برای ایدئال شدن و 100% شدن و پرفکت شدن برم این عملو کنم. من به خاطر این عملو میکنم که سالها براش تلاش کردم،
بهش فکر کردم، سالها تو اینستا میشستم این عملا رو نگاه میکردم و نه پشیمون نشدم چون آگاهانه انجامش دادم. اگه بخوام صادق باشم بزرگترین سختی عمل چی بود؟ همون گفتم که از لحاظ روحی یه ذره بعدش به هم ریختم به خاطر بیهوشی، کمخونی و اینجور چیزا، وگرنه نه واقعا سختی خاصی نداشت. اعتماد به نفسم تغییر کرد 100%. تازه هنوز زخم دارم، هنوز جایی نرفتم، مهمونی نرفتم، لباس نپوشیدم، ورمم نخوابیده، اما همین الانشم خودمو تو آینه نگاه میکنم و خوشحالم از اینکه اون زیر شکمو ندارم. خب بچه‌ها این سوالاتون بود تا به اینجا. لطفاً اگه سوال دیگه دارین بعد ویدیو یوتیوب بعدیمون برام این زیر کامنت کنید. لطفاً منو سابسکرایب کنین، لطفاً منو به دوستاتون معرفی کنین، لطفاً لایک بکنید. شما نگاه میکنید لایک هم بکنید دیگه، اینجا این دسته رو اینجوری این لایک رو بکنید. اگر که فکر میکنید که نمیتونید سابسکرایب کنید، خیلی این مشکل دارن، خیلی راحت ساین اپ کردن تو یوتیوب. فقط کافیه ایمیلتون رو بدین. اگرم ایمیلتون رو میگین رمزتون یادتون رفته، بزنید forget password، به شماره‌تون رمز میاد، خیلی راحت میتونید وارد شید. خلاصه اگه سوالی راجع به همینم داشتید ازم تو اینستا یوتیوب بپرسید، من بهتون جواب میدم. و سرچ کنید. این روزا دیگه سرچ کردن کاری نداره، یعنی واقعا زشته که این کار نکنید. تو چت جی پی تی بپرسید، راحت انجامش بدید، چون که دنیا داره میره به این سمت و شما هم باید آپدیت باشید برای خودتون، برای بچه‌هاتون، اطلاعاتتون رو ببرید بالا. اگه میخواید این عمل رو انجام بدید آگاهانه برید جلو. و خب من راجع به 1000 تا چیز دیگه قرار رو یوتیوب بسازم. و امروز که من اینجا نشستم فکر میکنم روز 16 عمل من هستش. حالم خیلی بهتره با اینکه پریودم یه مقدار امروز سرگیجه داشتم، اما خیلی حالت عادی بود. میبینی که من 1 ساعت نشستم اینجا ستاپ کردن این قضیه، لباس پوشیدن، دوش گرفتن، همه این کارا رو کردم. الانم تنها، مثلا مامانم اینام نیستن ازم مراقبت کنن. الان چند روزی خودم خیلی اوکیم. و دکترم رو توی اینستا بهتون معرفی کردم که الان میذارمش اینجا. و دیگه چی؟ یه چیز مهم که میخواستم بگم، گفتم آخر ویدیو فیلمش رو میذارم. من روزی که رفتم درن کشیدم برگشتم و اینا، خب یه سری آبخون زیر پوستت جمع میشه. باز فیلممونم باید بهتون نشون بدم. اینجوری حالت ژله‌ای میشه، یعنی قشنگ حس میکنی الانم باز یه ذره جمع شده. بعد میری مثلا من تو اینستا دیده بودم که خارج حتی این سوزن میزنن و ماساژ میدن این آبخونا در بیاد. این دکتره نه، یه چیزی داشت که فیلمشو براتون میذارم، یه دستگاه مکشی بود، جت نمیدونم چی، که سوزن کرد تو شکمم. من اصلا حس نکردم، سوزنش هم بزرگ بود، اصلا حس نکردم چون شکممون بعد از این عمل بی‌حس کاملا تا مدت ها. و سوزن رو که کرد و اینو 5 دقیقه آبخون رو کشید، گفت دوشنبه باز بیا چکاپ بعدی. بچه‌ها الان دارن این خونایی که زیرش پوست جمع شده بود و میگیرن. باورتون میشه این سوزن رو که من حتی حسم نکردم، شکم کاملا بی‌حسه و این وکیوم میکنه. من توی اینستا دیده بودم که دستی این کارو میکنن با ماساژ و اینا، اما اینجا اینجوریه. دستگاه داره. ببینین اصلا چیزی اینجا دستی انجام نمیشه و تمام. جلل خالق. حالا من دوشنبه دارم میرم چکاپ بعدی. اگه سوالی داشتید و اگه من تا قبل از اون روز این ویدیو رو آپلود کردم، اگرم نه بازم بپرسید، چون بازم باید برم چکاپ، ازم بپرسید که من از دکتر بپرسم براتون. یه سوال دیگه هم که داشتین من یادم رفت بهتون جواب بدم، راجع به این بود که ماهیچه‌هاتم دوختن. آره من چون خیلی چاق بودم ماهیچه هستم باز شد، زیرش ماهیچه‌های منم دوختن و اما من کاملا خم و راست میشم. خب خیلی‌ها میگن ما چون ماهیچه‌مون دوختن نمیتونیم خم و راست بشیم. بالاخره بدن تا بدن فرق میکنه، قوت تا قوت فرق میکنه. خودتون رو با کسی مقایسه نکنید، اما سعی کنید هر روز راه برید. دوستتون دارم، مرسی که منو تماشا میکنید. لطفاً منو سابسکرایب کنید، اینجوری من خیلی انگیزه میگیرم ویدیو بعدی رو براتون بذارم کاملتر. و لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید برای دوستاتون.